سلام و درود خدمت شما بیننده عزیز و هموطنان گرامی. امیدوارم که حال همه‌شون خوب باشد انشالله. امروز یک شنبه تاریخ 4 تاوس 1403 24 نوامبر 2024 با گزارش امروز از کارگردان اتحاد جاغوری در خدمتتون قرار دارم. امیدوارم که تا آخر برنامه با ما باشید انشالله. عزیز، ارتفاع دیروز تا امروز را دو مرحله از 25 سانتی رد کرده شده تقریبا 50 تا 60 سانتی. این قسمت حیفیه که بلده آورا و این زمان مورد استفاده قرار میگیره که سطح آب بال باید، یعنی فیلتر آمادهش نه. وقت فیلتر آماده شد آب نرفت پایین، زا نکرد پایین و زمنا آب کم کم باید بال. وقتی که بال آمد از این پایپ میتونه انتقال پیدا کنه در بیرون از بند. قسمتی که گلیدر شده با آماده کمپکشن شده، ارتفاعش خیلی خوبه، کار پیشرفت شالی واقعا. امیدوارم که کدام سکتکی پیش نیه و کار با من نرمال پیش بره و حالت طبیعی را پیش ببره انشالله. این هم کارگرایی که شرکت گرفته و جایی که خالی ممنه بابیل خاک اندختش نه یا سنگای کچه او باید بال شونه که همهش سطحی یک دیست در اخیر به دیست باید. این قسمت فیلتره، یعنی خیلی سطح فیلتر ما ارتفاع داشته به خاطر خاک اندازی شده و گلیدر زدش غلطه کشته. عزیزای دیل، این قسمت ها آوپاشی شده و قسمت یک لنگر در حال کاره آماده هم شده بلده قسمت ها دوباره لنگر زدش نه. بیننده عزیز، قسمت بخش مواد ریگه که انتقال داشتن در محل کار و بعد با گلی خالص میکس شونه و بعد مورد استفاده قرار بگیره. این چیزیه که دیروز انجینیر سید نجیب را دستور کار قرار دیده که باید تو همزمان میکس شونه و بعد استفاده میشه. پیشم بایی تا خوب قسمت ریگ خالی تا دیگر ریگ که پاک خوله ریگ سیلاب آورده ره این انتقال دیدش نه در قسمت بند. بعد با پایی که از او بغل کنده میشه از طرف غرب با او میکس شنه و مورد استفاده قرار بگیره.
موتور کانریک که بخیر برده قسمت خود بند عزیزای دل این قسمت معدن خاکه که باید انتقال داشتن در محیط کار با اون ریگی که چند ثانیه قبل دید میکس شونه و مورد استفاده قرار بگیره. تا این خاک از کیفیتش خیلی خوبه، خود خاک خالص از این قبلا از این استفاده هم شد. بعد از یک انجینیر صاحب نجیر آمد گفت باید ریگ هم قضیه میکشونه و که ما ریگی که مورد استفاده قرار میگیره را لحظات قبل دیدیم در محیط کار. قبلا جایی که از این خاک استفاده شد بعد از لنگر گردنده خیلی یک دیست و صاف بود واقعا. اینال یک جغل سنگای کتا داره که نمیدونم باید چندش نه یا چی رقم یا اما رقمی باید گلیدر زدش نه و غلطک دارم ببینیم که قسمتی که صافه یعنی از اون خاک استفاده شده یا از مواد از جای دیگر آورده شده یک دیسته. اما این قسمت این سمتی قسمتی که این هم پایپیه که دستورش صادر شد که باید آوردهش نه با خاطر انتقال آب زمانی که فیلتر کار سر صورت بگیره و فیلتر اینو مرحله به مرحله بال باید مطمئنا زیما دیگه وجود نخواهد داشت. اون وقتا زیما و مایه بال زمانی که بالا ما دی پایپ ها مورد استفاده قرار میگیرن. لحظات قبلا ما یک قسمت که کار گذاشته شده بود را نشان دادم. این بقیه از 80 چند متره که انشاءالله در ادامه کار از استفاده خواهد شد. این شیلینگی که بلده آبپاشی از قسمت ذخیره آب از اینجا انتقال دیدم شه تا مورد استفاده قرار بگیره و زمین نم زیدهش ندسته. ایش هم دیگه چل لومانی استفاده کرده دیگه. بیننده عزیز کافی که ما گفتم خیلی جغل سنگ داره، سنگای کتا داره. این قسمته که ای او رقمی که باید غلطک کردش نه غلطک نموخره و کیفیت موادی که قبلا زیر از استفاده هم شد را فکر کنم یک دیست و اندازه نمه یک خودشون منگرین نالی شد. این سنگا را این غلطگا سنگای کلانتر هم موجود داره این قسمت. از حد استاندارد بالا واقعا این قسمت ها اینیا کلان دیگه، اینیا کلان واقعا. گلیدر زدن از این منطقه تمام شده و و قسمتی که لنگر در حال کار او تمام شده در حال تمام شده یا بخیر ما این طرف تا قسمت را امروز آماده کنم و صبح دوباره خاک اندازی صورت بگیره انشالله. بریم اون طرف که خاکایی که آورده شده چند اندازه سنگ داره یا سیل کنی از نزدیک این سنگا کلانه این قسمت ها این سنگایی که مطمئنا در زیر از این مزرعه سنگا وجود داره. در کمش با یک کامپرسی انتقال دادم شد و از یک منطقه مایه پس مطمئنا از سنگا وجود داره. کل نفهم بعد سوال انشالله که مشکل از سنگا چی میشه. خب بریم سمت مقابل قسمت هم تو خاکه که سنگای خیلی کلان داره که همونطور که مشاهدنی این سنگا نباید مورد استفاده قرار بگیرن.
نش خلوخه این مطمئنا این سنگا کلانه این سنگا کلانه همچنین این کلانی خب بتانه مثلا 35 سانتی بلندی زیر پایز ما وقتی لنگر گردیدنش نه کجا میشه زیر خاک نمیشه دیگه چون زیر زیکاسه به اندازه سیخ شده که دیگه سنگ داخلی کار نفوذ نمیتونه این سنگا کلانه یا کارگرای شرکت باید یاره در جریان کار ببره و یک جای دیگه بریزن خصوصا این سنگا که اصلا سنگ پای سنگ دیگه خانه را آباد نه این قسمت ها این سنگا باید بال شه نه ریگی که قبلا شما دیدین از کجا برداشته شده و انتخاب کردن کنید که یک مازدا ریگه یک مازدا گیل توسط کلیدار میکس شده به دستور انجینیر خاکی که طرف غربی بند آوردهش نه دوستای عزیز ما در خدمت آقای جوادی قرار داریم. آقای جوادی مسئول صحبت با رسانه‌های سوالی که از آقای جوادی قرار بپرسیم اینه که همونطور که ما در ویدیو نشون دادم این کسته نظر به موادی که دیروز و پریروز استفاده شده جغل سنگش بیشتره. این میخوایم بپرسیم از آقای جوادی که مواد از کجا تهیه شده که فرق کرده با مواد قبلی؟ سلام خدمت شما و خدمت بینندگان محترم و خیرین نهایت عزیز. این مواد از زیر بند آوردیم. از قسمتی که سرک از ما و شما در شیلت تا میشه تازه در کمر. آره. از دیستی از طرف تبرختو که مایشون طرف سنگمری دیست راست طرف. امروز اینجی مواد را آوردیم. امروز گرمینجی میگیرنی بنده ها تست را غلطک هم نکردیم جغلش زیاده. جغل زیاده. یعنی جغل زیاده بخیر آماده غلطک شده که غلطک یک دفعه خالی مورا مایا که یک دفعه خود خرد. هوار که نزد پاس پاشینی غلطک کنی. این مواد از زیر بنده. دیروز نه مواد هایی که پریروز بوده از این پیش بود از بلون بند از کاسه بند و از این طرف کوی که چم می‌بود. طرف غرب بره. آره طرف غرب. کوی دستور انجینیر سیبا؟ دستور انجینیر گفتمی کو کسر که دیروز گفتمی شم مواد خوب شد. اینجا منداست که اونده ها و مواد کمتر نسبت به این مواد. آره. یک چیز کمه. شاید بیخین از این دستر نرسیم. با اون دلیل از اینجا مورد استفاده قرار بشه تا مواد هم زمان از دو دوره هم باید از دو دوره هم باید کدام از آن نتیجه خوب میده. آره. کدام شد کارش خوبتر مایا و همونش رو انتخاب کنیم. صحت شد. تشکرش. خب بیننده عزیز این حالا ما فهمیدیم که مواد از کجا انتقال دیده شده که به دستور انجینیر از اون خاطر با مواد قبلی فرق داره جغل سنگ داره فعلا تازه دیگه تازه یعنی آماده غلطک شده قسمت ها غلطک میکرده ببینید چی میشه در مرحله اول غلطک آبپاشی نموشه زمان که غلطک یک قسمت را گردن صاف شد موقع وقت آبپاشیه که شروع شده جایی که کجی غلطک روی زور نمیچرخه را باید با بیل خاک پوشنه تا دفعه دیگر غلطک ما دی خوب تره با بقیه سطح هم سطح کنه
این قسمت ها باید با بیل پوشنه کابلیه یک دیسینه و بعد لنگر بگرده. اگر هم لنگر بگرده و قسمت هایشی لنگر نمیتونه وار صاف کنه قسمت ها. این سنگا بال نمیشن؟ نه گفتم؟ کشتای نه یا؟ این سنگا کشتای نه؟ خیلی سنگای کچک چقدر یزو مازدا مایه؟ با باید باشه دیگه پیش دیگه کار. من دو مازدا دیگه خیلی سنگای کچک بوده. این سنگا؟ این سنگا خوب شه.